سوال پنجم چطور از محلول آبی خلورید نتری از محلول آبی خلورید نتری جدا نمودن ممکن است؟ چطور؟ شما تصور کنید که یک ظرف است، یک ظرفی که درونش آب و محلول نمک رو دارد، نتر خلور. بچه‌ها خلورید نتری نتر خلور این نمک است، نمک آشی، نمکی که ما در خانه استفاده می‌بریم، نمکی که ما در وقت طعام استفاده می‌بریم، همین نتر خلور است فرمش. در همین ظرف هست. بگیم که اگر شما در خونه‌تان اگر اهمیت دادگی باشین، وقتی که مادرتان یا که اپاتان یا که خواهرتان خوراک میپزن، شوربا، مثال شوربا بسیارتر از شوربا شدگی است. اگر اما وقتی که اوقات خوراک وقتی که بلند در حرارت بلند است جوشیدن میگیره، همونجا آبش چی میشه؟ آب حرارت بلند آبش چی میشه؟ آبش بخشیدن میگیره، آبش بخ کشید، مقدار آبش کم شدن میگیره. وقتی که بخشی وقتی که آبهاش پالنی بوچید، در مثال در دگ دیگه یگان مقدار آب نمون، در تک فقط نمک میموند، یعنی نمک خلورید نتری در تک چی میموند؟ خلورید نتری خلور. یعنی با این تر با واسطه بغرانی کردن، یعنی حرارت بلند تاثیر کردیم تا که محلول آبی یعنی آب بخشیده رود عدل نتری خلور باشه عدل میمونه. این بود اصول جدا کردن معنی که دو آمیختر از یکدیگر جدا کردن. آب عدل نشید، نتر خلور باشه عدل نه، یعنی جدا شدن هر دوشون. جواب درست با واسطه بغرانی کردن. سوال ششم. خیلی سوال ششم ما نمیتونیم از پرتافته بیای را بفهمیم برای که باش عدل نیای. دیگه نمودی سوالای آمیخته رگ و ارامایده رو، رگ و چی ارامایده رو چطور از هم جدا کردن ممکن است؟ میگه چطور رگ و ارامایده رو جدا کردن ممکن است؟ تصور میکنیم ظرفی هست که رگ و ارامایده داره. همه میدونن که رگ چیست؟ رگ بگیم رگ ای سیلیسی آده خیلی حساب که فرمش بیو نگیم سیلیسی آده بگیم رگ ای پاره سنگ، یعنی پارامایده سنگ قطع خاگی اجاشتگی، یعنی یا چی هم رگ وقتی که رگ و ارامایده باشد، ارامایده خودش بوده سنیش ارامایده وقتی که درخت رو ارام میکنن از همون درخت اپیلکاش، یعنی اپیلکا میگن اگر بدونین، ارام میکنن درخت از همون رنگ خاک، رنگ چنگ وری خس وری مسروش میپرن، همون میگن ارامایده. خیلی چوچوی مایده رنگ خاک شدگین هموا هرچونه که یه جای کردن. شما تصور کنید که بگیم که ارامایده را قطعی رگ یه جای کردن، سنگ پاره را رنگ شبین میگن، با فکرم شبین ارامایده را یه جای کردن. اینا من باید میگه که همین وظیفه چیه؟ بگی همیرا جدا که ما را خیلی یگان آدم بعد از پروسه تک جدا کردن نمیتونه. ما اینا چیکار میکنیم؟ ما میتونیم که در همین ظرف آب ریزیم. اگر من همین در آب ریزم شما هم میدونه که خس رنگ خشک، یعنی ارامایده این خاصه بگیرن، خاص سبوکه هیچ وقت در درون آب نمیتونه ایستاده، یعنی تگ آب رفتن نمیتونه. وقتی که ما آب اضافه میکنیم همین ارامایده بالا برومدن میگیره، یعنی ارامایدهش فقط لیکن نه که رگ ما گفتیم پروی سنگ که سنگ در جا میسه در پایان سنگش باشه، در پایان رگ پایان میره، ارامایده باشه بالا، یعنی ارامایده در روی آب میخوابه. میتونی که ارامایده را خیلی بگیری بعد از به یگون ظرف مثال یگون چقدر بگیری ارامایده را، انا رگ باشه در پایان ظرف میسته. این بود اصول جدا کردن با واسطه چی؟ با واسطه آب. جواب درست وریانت اس. داش سوال هفتم. در کدام قطار همه الیمنت ها ولینوکی دائمی دارند؟ انا برای سوال را کار کردم بچگان یا موضوع بگیم ندارم، موضوع نیست، یادا چیکار میکنی؟ یادا اسنونای تو باید از تو بدونی. ولینوکی در کتاب غیر ارگانیک میوی ولینوکی و درجه اکسیدشوی هست. در اونجا موضوع اموجا تو باید همه الیمنت هایی که ما در مهمتر بسیارتر استفاده میبریم همواره از یو باید بدونین. همه دو طرفان باید از یو بدونن. یعنی در کدام قطار همه الیمنت ها ولینوکی دائمی دارند؟ یعنی ولینوکی دائمی چی معنی داره؟ مثال وریانت ا کلسی دو ولنته است. دو ولنته میتونیم که روی درجه اوشایی را بیاریم. برای که کلسی درجه اوشایش پلوس ده میتونه که چند ولنته باشه؟ دو ولنته. یعنی یک دونه ولینوکی داره. از همین سبب کلسی چند ولنته فقط دو ولنته، غیر از دو ولنته دیگه یگان ولنت دیگه نداره. یعنی ما میتونیم که کلسی را بگیم چند ولنته؟ دو ولنته. درسی پورا را میتوانید از تلگرام کانال ما دسترس نمایید. سیلکای آن در اپیسانیا گذاشته شده است.